دادگاه قرقیزستان مهلت بازداشت پیشوای مخالفین آموربک تکیبایف را تمدید کرد. روز چهارشنبه طرفداران تکیبایف در نزد بینای دادگاه عالی قرقیزستان جمع شده تاکید کردند که حبس او جلای سیاسی دارد. رهبر حزب آتمکان در ماه فوریه با عیبنامه فساد بازداشت شد. طرفداران تکیبایف میگویند هدف از این بازداشت جلوگیری از سبقت تکیبایف در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر است. روز 29 مارس دادگاه عالی قرقیزستان حکم برآورد که دادستانی برای تهیه عیبنامه به وقت علاوگی نیاز دارد و از این رو تکیبایف تا 25 اپریل در حبس خواهد بود. تکیبایف سابق رئیس پارلمان قرقیزستان و از مخالفان سر و صدای پرزیدنت قرقیزستان المازبک اتمبایف به حساب می رود. طبق سرقانون قرقیزستان هر فرد تنها یک دفعه حق دارد به مقام پرزیدنت کشور انتخاب شود. همین طریق اتمبایف در انتخابات نوبتی پرزیدنتی سبقت نخواهد کرد.